منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که در هر کجا که هستید در پناه الله متعال شاد و خرم و پیروز و سربلند باشید. برادران و خواهران عزیز و گرامی، صبر یکی از نشانه های منحصر به فرد انسان مؤمن هستش و جایگاه صبر در ایمان انسان همانند جایگاه سر در بدن انسان می باشد. پس آن که صبر ندارد از ایمان و یقین نیز محروم و بی بهره است. الله متعال در این باره، یعنی در زمینه صبر، آیه ها و نشانه های متعددی رو برای ما نازل فرمودند. آیه هایی که الله متعال در این زمینه نازل کرده اند بر قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه نشان از اهمیت این خصلت و این ویژگی اخلاقی در دین و ایمان ما مسلمان ها می باشد. الله متعال در این زمینه می فرمایند: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. و همانا حتما یقینا شما را آزمایش خواهیم کرد با ترس، عدم امنیت، گرسنگی، فقر و تنگدستی و ورشکستگی و زیان و ضرر در تجارت و از دست دادن عزیزان و نور چشمان و فرزندان. پس اینها همه ابتلاها و آزمایش‌های الهی است که در مقابل اینها صبر جوهری است بسیار گرانبها که میتونه ما رو در مقابل این واکسن و یا واکسیناسیون بکنه. خداوند در ادامه این آیه می‌فرماید و بشر الصابرین، و بشارت بده انسان‌های صابر، کسانی را که صبر پیشه می‌کنند. آنها چه کسانی هستند؟ ویژگی آنها چیست؟ الذین، کسانی که اذا اصابتهم مصیبه، هنگامی که مصیبت به آنها رسید میگویند انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدا آمده ایم، از خدا هستیم، از آن خدا هستیم و به سوی او نیز باز خواهیم گشت. پس انسان مؤمن و انسان صابر کسی است که هنگامی که مصیبتی به او دست داد، هنگامی که سختی و مشکلات به سوی او آمد، صبر پیشه کند و بگوید که ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت. انا لله و انا الیه راجعون. در جای دیگر الله متعال
در مورد صبر میفرمایند که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، به درستی که اجر و پاداش صابران لامتناهی است، نهایتی ندارد، قابل حساب و شمارش نیست. و در آیه دیگر میبینیم که خداوند متعال صبر رو وسیله‌ای برای آزمایش و یا به تعبیر دیگر شناسایی انسانهای مجاهد و صابر قرار داده. و خداوند متعال در آیه‌ای می‌فرماید که وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، و شما را آزمایش می‌کنیم تا اینکه مجاهدان و صابران از شما را شناسایی کنیم. پس صبر همانطور که قبلا نیز ذکر کردم یکی از مهمترین ویژگی انسان مؤمن هست که بدون آن شاید ایمانی نیز برای انسان نماند. قبل از اینکه به مرحله بعدی از مبحثمون منتقل بشیم باید به این موضوع نیز اشاره بکنم که صبر نه تنها جوهری است، ویژگی است، خصلتی است برای رسیدن به مقاصد دینی و یا رضای الله، بلکه حتی در دنیا در پیمودن پله‌های ترقی و پیشرفت دنیوی نیز انسان نیاز به صبر داره. اگر انسان از صبر فاقد باشد هرگز نخواهد توانست که پله‌های رشد و ترقی و پیشرفت دنیوی را نیز بپیماید. الله متعال در آیه دیگری در زمینه صبر رو وسیله‌ای برای رسیدن به امامت دینی، به رهبری دینی قرار داده و کسانی رو که صبر پیشه کردند رو امامت و رهبری دینی نصیب کرده. الله متعال می‌فرماید که وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، و آنها را رهبران و امامانی قرار دادیم که به دستور ما و به امر ما و به راه و روش ما مردم را هدایت می کردند هنگامی که آنها صبر پیشه کردند. یعنی هنگامی که آنها صبر پیشه کردند آنها را امامان خیر و امامان دین قرار دادیم و آنها کسانی هستند که به آیات و نشانه های ما یقین داشتند. بله برادران و خواهران عزیز بیننده، اما ما در مقابل صبر، یعنی انسان‌ها در مقابل صبر چگونه هستند و چند دسته هستند؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که امام مسلم اون رو روایت میکنه میفرماید عجبا لامر المؤمن ان امره عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. کار مؤمن، زندگی مؤمن، شأن مؤمن بسیار عجیب هست و این ویژگی که هست در واقع خاص هست برای انسان مؤمن، برای هیچ کسی نیست مگر انسان مؤمن. اگر خوشی به اون برسد شکر خواهد کرد، شکر الله را خواهد گفت و این خیر است برای او، و اگر سختی به او رسید، مشکلات و مصیبتی به او رسید، صبر خواهد کرد و این نیز خیر است برای او. اما میبینیم که انسانها بر طبق گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل صبر به دسته های مختلفی تقسیم میشن. همه
در یک درجه نیستند بلکه متفاوت هستند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که امام ترمذی و دیگر اصحاب سنن اون رو روایت میکنند میفرماید که اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سخت‌ترین کسانی که و یا بیشترین کسانی که مورد سخت‌ترین آزمایش‌ها و ابتلاهای الهی قرار میگیرند پیامبران هستند و سپس یعنی بعد از پیامبران انسان‌های مؤمنی که به مراتب ایمان پی در پی می آیند. یعنی هر کی ایمانش بیشتر است بعد از انبیا، انسان‌های صدیقین و صالحان و نیکوکاران و شهدا و دیگر مؤمنان، یا به تعبیری دیگر هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که ایمانش بیشتر سختی و مصیبت و مهنت‌هایش نیز بیشتر است تا اینکه بتواند در این راه صبر پیشه کند و شأن و منزلت او در نزد الله متعال بیشتر و بیشتر گردد. اگر بر بگردیم به زندگی و سیرت انبیاء بزرگوار الهی، حضرت یعقوب رو میبینیم که در مقابل دوری فرزند عزیزش نور چشمش یوسف علیه السلام میگوید که انما اشکو بثی و حزنی الی الله. به تنهایی، به درستی که تنها غم و اندوه خود رو، شکایت و شکوه خود رو به سوی الله متعال خواهم برد. و اینجا موضوعی بسیار مهم هست که باید اون رو یادآور بشوم و اون این که شکیوه و گله در مقابل سختی و مصیبتی که به انسان میرسه اگر به سوی الله متعال باشه هیچ گونه منافاتی با صبر نداره، بلکه عین صبر هست، زیرا ما از او تعالی میخواهیم که به ما کمک کنه در این زمینه. اما اگر خدای نکرده به انسانها بگوییم و از قضا و قدر الهی شکوه و گله بکنیم و گله‌مند باشیم و معترض باشیم به قضا و قدر الهی و به سوی بنده الله شکایت بکنیم، این در واقع گناه و معصیت و منافات با صبر دارد. به همین خاطر میبینیم که یعقوب علیه السلام میبینیم که در جای دیگر میفرماید فصبر جمیل، یعنی صبری زیبا را پیشه میکند و تنها سختی خود را به الله متعال بازگو میکند. اما آخرین چیزی رو که میخوام خدمت شما بینندگان عرض کنم این که علمای بزرگ جهان اسلام و دانشمندان اسلامی صبر رو به 3 دسته تقسیم کردن. اولی صبر در مقابل مصیبت یعنی مشکلات و سختی، و دومی صبر در مقابل معصیت یعنی انجام ندادن معصیت و گناه، یعنی انسان صبور باشه که وارد گناه و معصیت الهی نشه، و سوم این که صبر در مقابل انجام دادن طاعات و عبادات الله متعال، یعنی این که انسان صابر باشه و طاعت و عبادت الله رو انجام بده و فرمان بردار الله متعال باشه. بله شنوندگان و بینندگان عزیز، از الله متعال خواهانیم که ما را از زمره صابران قرار بده تا اینکه همیشه معیت و همراهی الله متعال با ما باشه و ما را از جمله صابران قرار بده تا اینکه بتونیم به خوشبختی دنیا و آخرت برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی
نماد عزت دین است و دولت.